استاد بخشش یک حدیث دیگر همی مدارج کردن. همین گونه حدیث هست که استاد کسانی که به خاطر دین الله هجرت نمیکنن، مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اون مقصد من بیزارم از این گونه اومد گفته که باشن مقصد و یا با همین گونه بله لفظ استاد بله، این باشه. گونه لفظ یعنی شش روایت اومده است در این مسئله، همیش صحیح است و ما در این باب یک درس هم کردیم دیروز وقتی که در مسئله موالات کفار شکننده هشتم اسلام صحبت کردیم. در همین مسئله قریب که شش بار صحبت کردیم، یک درس خاص هم کردیم، حدیث ها را ذکر کردیم، قصه مکه را ذکر کردیم، تکفیر شدن الله تکفیر کرد همون مسلمان هایی که در مکه بودند، هجرت نکردند، از سبب اکراه به طرف گو که از جانب مشرکین به مسلمان ها جنگید. اما این معنا رو باید خوب فهمیده شود، زیرا که از این حدیث ها خوارج ها یک دیگر خیل میفهمند، جهمی ها دیگر خیل میفهمند، اهل سنت دیگر خیل میفهمند. حدیث همین است که پیامبر میگن انا بریء ممن یعیش بین ظهر المشرکین، من بیزار هستم، براءت میکنم از کسانی که در بین مشرکین زندگی میکنن. خوارجا میگن که اول مذهب خوارج بگیم برادر، بو فکر نکنین که مذهب اهل سنت است. اول گپی سخن خوارجا رو میگیم، مذهب خوارج. خوارجا میگن که هر کسی که در دارالکفر است، هر کسی که در دارالکفر است کافر است، به خاطر اون که پیامبر گفتن که من بیزار هستم کسی که در بین کفار زندگی میکنه. برای همین گفتم ما تو عقیدهش رو نفهمیم این کافر است. این سخنشون باطل است از یک چند جهت. یکم این که اصل در همه اصلی مسلمان ها هم همه مسلمان هایی که عملی ظاهر میکنن اینها رو هم تکفیر میکنن، گفتن غلو است، مذهب اصلی مذهب خوارج است، ما این خیلی انسان ها رو خوارج میگیم. ثانیاً اگر این خوارج ها بگوید که کسی که در بین مسلمان ها زندگی کافر ها زندگی بکند کافر است، تو عقیدش فهمیدن، پس خودش هم کافر است، خودش هم کافر است، زیرا که عقیده او هم دیگر مسلمان ها نمیداند، از این رو که کافر میگه. ثانیاً پیامبر نگفتن که در اینجا تو عقیدش رو فهمیدن، یعنی عقیدش خوب باشد گو که در بین کفار زندگی کردن، این خیلی گپ نیست. عقیدت خوب است خوب نیست تو باید در بین کفار زندگی نکنی، پیامبر گفت. اما خوارجی معنای گپش این است که اگر عقیده خوب داشته باشی گویا که تو مسلمانی در بین کفر برای تو زندگی کردن ممکن است، گفتن گپ میزنن، این باطل است. از طرف دیگر جهمی ها در بالای این حدیث گفتن که این حدیث ما قبول داریم لیکن معنایش به دیگر حدیث ها گرفته می شود، هیچ مشکلی ندارد. بالاخره این حدیث رو تعویل کردن، تحریف کردن، پنهان کردن، نابود کردن، جهمی ها روز کردن و کلمه هجرت، کلمه این چیزا رو نیست کردن، گفتن که زندگی کردن بگیرید هیچ مشکلی نداره. قول حق همین است که اهل سنت و الجماعه میگن هر کسی که در بین کفار زندگی بکند، اگر دینش رو ظاهر بکند، عقیدش رو ظاهر بکند، زنش حجاب پوشد، خودش نماز خواند، ریش گذارد، توحید بیاموزد، عمل بکند، آشکار باشد، جدا باشد از کفار مشرکین، جدا باشد، همراه اونها نباشد، آمیخته نباشد و جدا باشد، دین اونها با همراه نباشد، کفر اونها با همراه نباشد، جدا باشد. مسلمان بودن این رو کفار فهمند که این مسلمان است، این به دین ما نمی آید، این دیگر است، ما دیگر این گفتن چیز در بین اونها وجود داشته باشد. در این حالت زندگی کردن در بین کفار و مشرکین درست است، جایز است. اما همین هم در حالت درست است و جایز است که مسلمان ها یک جای نداشته باشد، یک سرزمینی که تو را قبول میکند نباشد، در این حالت جایز است. اگر یک سرزمین وجود داشته باشد، سرزمینی که آزاد است و بزرگ است، همه را قبول کرده ایستاده است مسلمان ها را، در این حالت تو اختیار کنی در بین کفار ایستادن را، با وجود این که فرزندت در مکتب اونها میخواند، به پروا مکتب کفار به فرزندت رو ببری، به قانونهای اونها کم کمی اهمیت ندهی، مسلمان ها به پلش نروی، در اینجا به براءت پیامبر البته گرفتار میشد. اما امروزه حالتی که امت دارد، الحمدلله مسلمان ها جدا است، زن ها حجاب میپوشد، مرد ها نماز میخواند، روش میگذارد، مسلمان ها از کفار جدا است، دینش ظاهر است. در این حالت پیامبر براءت کردند از امت، کسی که در بین کفار زندگی میکرد پیامبر از او براءت کردن، یعنی تکفیر کردن، این معنا رو ندارد. معنای این حدیث رو علمای سلف از جهت دوم بیان کرده، گفتند که پیامبر براءت کردند از همین مسلمان هایی که
در بین کفار زندگی میکند و موالات به کفار دارد. موالات به کفار دارد یعنی لشکری کافر میشود، کفار را نصرت میدهد، یاری میدهد بر علیه مسلمان ها. در این حالت کافر است، مشرک است، مرتد است اگر پیش از این مسلمان باشد. هر مسلمانی که 5 وقت نماز میخواند، خودش مسلمان میگود، ریش میموند، زنش حجاب میپوشد، نقاب میموند، حافظ قرآن است، اما در دولت کفری به کفار نصرت میدهد بر ضد مسلمان ها، انا از اینها براءت واضح پیامبر است، اینها کفار مشرکین است. انا همچنین ما باید حدیث رو فهمیم. اما مسلمان هایی که آزاد هستند به کفار نصرت نمیدهند، خودشون هم تو زندگی کرده گشتند، دینشون رو ظاهر کرده، اینها کافر نمیشوند و این به اینها براءت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته به این طریق تطبیق کرده نمیشه.